چالش روز دوم. جنگ با کاری که همیشه عقب مینداختم. همیشه یه کارایی هست که میدونیم باید یاد بگیریم ولی هی عقب میندازیمشون، نه؟ انگار یه دیوار نامرئی جلومونه. چالش امروز ما همینه. یه چیز جدید یاد بگیر. برای من اون چیز جدید اکسله. همونی که ماهاست ازش فرار میکنم. شاید یاد گرفتن اکسل شبیه رسیدگی به خود به نظر نیاد. بیشتر شبیه کاره. ولی مراقبت از خود فقط ماسک و حمام نیست. گاهی وقتا مراقبت از خود یعنی سرمایه گذاری روی آیندت. یعنی شکستن اون دیوار نامرئی. اولش سخته. گیج کننده است. حس میکنی هیچی نمیفهمی. ولی کم کم یه فرمول جواب میده. و یهو اون لحظه اتفاق میفته. اون لحظه‌ای که یه چیز سخت برات ساده میشه. و این حس از 100 تا ماسکم بهتره. این حس من تونستم. امروز من فقط چند تا فرمول یاد نگرفتم. من به خودم ثابت کردم که هنوزم میتونم هر چیزی رو که اراده کنم یاد بگیرم.